سلام برسم وطنای عزیز. ما امیل ازاد شهر مزار شریف هستیم و پیش روضه شریف پدرجان میبینین. تمام هموطنای ما را از البته فخر ستمکش میکنه، زجرکش میکنه و او طرفش پدرجان دگارم میبینید که نه به خاطر 10 افغانی ششته در روی جاده و کار میکنه. شاید همی پدرجان در کدام چرت فکر باشه یا ای که مریض باشه نمیفهم. از نزدیک همراهش یک صحبت خواهد داشتیم. سلام علیکم کاکا، خوب هستی؟ جان جوره چرا خوت میبره پدر جان دی؟ گرمی هم نه ساله؟ بله؟ خواب آدم میای دیگه، شب آدم در فکری که شد به فکر مشغول شد و به خواب نمیاد. دنیای زندگی دیگه. چی چرت فکر؟ چرا؟ به خاطر چی؟ دنیا همینه دیگه. دنیای فقر. آدم در فکر شد شب باز خواب نمیاد. روزم اینجا به آمدم که یک چند تا نون ببرم باز اینجا خواب میرم. خواه خانه چند نفر است؟ خانه 4 نفر. 4 نفر. کاریگر خودت هستی؟ خواه خانه در کجاست؟ دیال مرب. کجا؟ دیال مرب. خواه در نزدیک شهر مزار است؟ برو لالا. دیال مرب. نه ما از کابل آمدیم. دیال مرب اینجا روزه 5 میگه. خواه دیدی؟ همه رفتیم میرازی کمتر پیشتر میریم و یال مرب. باید او بر یال مرب نساجی میگه. خوامیال چرت چی را میزدی؟ خودت خواه رفته بودی یا دا چرت بودی؟ چرت نبودم، خواب رفته بود. از تشویش، از جگرخونی و از تشویش که از شب است. بله خوابی در تشویش میشه. نه بسر شما هم باز کنم اینا چی میکنن. خواه و یکی از تشویش خوشب کنم خانه خوابی دی تشویش و زندگی و گرسنگی و اینا میاد. خواب نمیرم باز روز کنیم خواب میرم. چند کار کردی تا فعلا؟ فعلا 30 روپیه. چند بجه؟ 3 1 نیم بجه میشم. از صبح تا بال 30 روپیه. بله بعضی روزا بیشتر 40 روپیه 50. با زمین روزا را میچلانیم؟ چیکار کنم؟ نون که از شکر میگوش مدرگاهی. بله شکر میگم این گندم بهترین نعمت خدا هست. نون که دیگرم شکر. بیا خیر باشه پدرجان، ما در خدمت هستیم دیگه. ما از کابل آمدیم فقط به خاطر از این که درد شما هموطنایی که در اینجا هستین بشنویم ببینیم و درد نمی درد است که
جان. و اگر آقای غنی و طالبان با هم بسازند درد ما کم کم خوب میشه. خب آقای غنی هم خلوصش یک لینگ داره، طالبان هم یک لینگ داره. بله. یعنی میگه الله فرض مثال اگر این آرامی باشه روز 4-5 تا نون در میارم. اگر آرامی نباشه همونم نمیتونم در بیارم. همونم در آوردن نمیتونم. وقتی که این گرد خورد باشه ما میتونم بیشتر. کلوز خب هموطنان عزیز، همیشه محترم دکتر رحیمه شفیق از امریکا بر ما 6150 افغانی روان کرده بود که میخوایم 3000 افغانیش به این پدر جان بتیم و پالیفایلشان بریم در دلش بشنویم ببینیم که اونا چی مشکل داره. پدر جان اینی را بگی 3000 افغانی از بازخانه یک آرد روغن ببر. ایره فقط یک خانم از امریکا روان کرده، خدا خیرش بده. 6100 3000 شبر خودت دادیم. قربانت پدر. جنت مکان داشتن. تشکر و خیلی بخیر باشی پدر. این دنیا تیر میشه است کاری او دنیاه. بله بله. دائم است که تا خدای خدا. بالکل. اما این دنیا که روز گذره. روز گذره میگذره آخر یک روز مصلحت خدا شد میگذره. بالکل. است کاری دنیا او دنیاه. کاکا خوب هستی؟ جان جوره؟ ها؟ چی گپاز در منطقه؟ هیچ گپانه. خانه کجا است؟ خانه بالشهر. بالشهر؟ خب خانه کراییش از خودت است؟ کرایی. خب چند کرا میتی پدر؟ 2000. باز در فامیل چند نفر هستی؟ 7 نفر. کاریگر خودت هستی؟ یا دیگه کسامه است؟ خودم هستم. خب چند کار میکنی اینجا که کل روزت سپاری کنی؟
اینجا کار منم باز روز برابر شد 200 باز روز 100 خواه باز روز 50 یعنی میخوایی نظر باز نان خشک میبریم یا آرد میخریم؟ نان خشک میبریم 2000 کرا را باز چی رقم پورا میکنیم؟ مایده مایده کمک پورا میکنیم خواه حالم قصدار مندیم از ما از کرای خانه؟ خواه حالی زیر خود زمین نم داره در سر از این ششتی تو جای صحیح نکدی جور برد پایکای تا درد نمیگیره خود چی کنیم که درد بگیره چی کنیم چاره چی هست؟ خواه 7 نفر هستی کاریگر خودت هستی ها؟ چند سال عمرت است؟ سنت چند است؟ سنم البته 80 باشد یا 80 بگو یا 70 او کاکا 10 سال میخوری تو 80 خواهی تو یک 10 پاچایی را تیر کدی دیگه در زبان زایر عسکری بودم خواه چند دفعه از عسکری گریختی؟ نگریختم هیچ پدر من 9 دفعه از تندور پدر من کشیدن در تندور پت شده بود نه ما نگریختیم خواه 60 روز زوفه خدمت کردیم او نام خدا در خوست عسکری ما بود خواه چند سال ترخیص گرفتی؟ ولی در یاد من در چند سال شد نه چند سال وظیفه اجرا کردیم؟ 2 سال 60 روز 2 سال 60 روز حتما میگه او جبری بود از خاطر که کسی که عسکری نمیکرد با زن نمیدادش حتما خودت شوقی عروسی بودی رفتی در عسکری خودت شامل کردی که زود نمیمان دیگه نه خواه پیش که برم شد عی میکرد دیگه خواه در خانه نمیمان جلب که برم شد عی میکرد عسکر خواه هموطنان عزیز ببینین پدر جان آیا می وقت کار بار ازی است دستکایش ببینین 7 نفر در خانواده داره و چند کار کردی تا بالا پدر؟ سال 50 کار کردی 50 را پا کار کرده 2000 کرای خانه میته 7 نفرم کاریگر ده اینی روی سرک ششته ما به خاطر همی آمدیم به شهر مزار شریف و به دیگه ولایت هم انشالله خواد رفتیم نه تنها که در کابل فقر مردم ستمکش کرده زجر میته بلکه در تمام ولایت ها هم یک بدبختی است پدر جان اینجا یک هموطن ما دکتر رحیمه شفیق از امریکا یک چند نفر روان کرده بود 3000 شو پدر جان دادم این 3000 شم که 100 دیگه برای خودت میتم که همون کرای خانه را بری 1.5 ماهشه بودی صحیح است؟ 6150 روان کرده بود 3 شو را دادم این 150 دیگم در سر از که شو 6150 صحیح است؟ 3000 شو اونجا کاکای همسایه تا دادم قربانت مرا دستکتا بخیر باشی یک دست بالا که بگو خدا هر کس که کمک کرده خدا خیر نصیبش کنه دیگه خواست ما و شما چیز جور نمه خدا تو خیر بکنه با عزت باشی قربانت این حالا ببر 1.5 ماه خب پیش میشی از کرا دیگه خب دوستای عزیز تشکری میکنم از محترم دکتر رحیمه البته شفیق از امریکا بر ما 6150 افغانی روان کرده بود 3000 پدر جان دیگر را دادیم 3150 را کاکا را دادیم که بره طرف خانه امروز نمیشه که وقتتر بری خانه یا پیسه نان باید پیدا کنی دیگه تو کار کنی چی قمیشه خب مثلا چند خود شد تا بیگاره کی میدانه 100 200 خود شد دیگه کی میدانه گموت کمیشه قسمت از دیگه قربانت بخیر باشی پدر سلامت چه هموطنم برخیز و چشم باز کن فردا نوبت توست
آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.